یکی از مهمترین بخشی که من خودم شخص خودم با او مواجه هستم و تلاش دارم که کاری رو در این زمینه بکنم، روش های تدریس نامناسب است. متاسفانه خیلی از روش های تدریس نامناسب است. روش های خشک، روش های دور کننده، نه روش های نزدیک کننده. امروز خیلی از دانش آموز، خیلی از دانشجوها متاسفانه به خاطر چی میرن؟ به خاطر نمره میرن یا به خاطر فارغ شدن میرن. یعنی خیلیشان علاقه به درس خواندن و به صنف رفتن ندارن، یعنی به نحو مجبور هستن، به نحو مجبور هستن. پس روش تدریس واقعا اشتباه است. متاسفانه خیلی از مدرسین، خیلی از مربی ها روش تدریس تا هنوزم درست نکردن. وقتی که در مکتب میره یک تباشیر میگیره، حال فعلا یا مارکر داشته باشه یا نداشته باشه. استاد میاد فقط نوشته کردن میگیره، میره داخل که نوشته یک نفر میگه حال تو خواندن بگیر، تو خواندن بگیر. خب اون میخونه یک دو سوال میکنه، بلند میشه بیرون میشه میره. هیچ نوع تعاملی با دانش آموز یا دانشجو ندارن متاسفانه. یا یکی از اساتید بسیار زحمت کشیده اسلاید جور کرده. چیکار کرده؟ تمام متن گرفت از اول تا آخر آورده، متن میاره روی اسلاید، بعد یک نفر میگه یکی از دانش آموز باشه یا دانشجو باشه میگه بخوان، او خوانده میره داخل رو یک دو کلمه تشریح میده، بلند میشه میره. اصلا مغز ما رو نمیپذیره. مغز ما این روش نمیپذیره. وقتی که توی معلم، توی مدرس، توی مربی ادعای تدریس و ادعای چی داری، باید اول بفهمی که مغز ما چه چیزا رو میپذیره. باید بدانی که مغز ما کدام روشی دوست داره، که اون عمل بکنی، نه که هرچی که دلت خواسته باشه. خیلی ها متاسفانه فقط به خاطر معاششان میرن، نه به خاطر یک خلاقیت ندارن. خیلی مهم و ارزشمند است. دوم، انتخاب مسیر آموزش اشتباهه با توجه به نیاز. خیلی ها ببینید در حتی دانشگاه امروز میره 10-12 صنف، 10-12 مضمون برای تو پیشکش میکنن، در حالی که تو میخوای تخصصی درس بخونی. چیزایی برای تدریس میکنن که اصلا نه فکر میکنی که چرا. بازم در زمانی که امتحان که میشه امتحانی میاره که اصلا هر چی فکر میکنی که آیا در کتاب هست یا نیسته. به حدی مغلق اگر هستم چنان پیچیده و مغلق میارم، ما بعد ساده سازی باید بکنیم به دانش آموز. ما میخوایم چی رو نشان بدیم؟ ما میخوایم قدرت خود با پیچیدگی نشان بدیم. یعنی قدرت مربی، قدرت معلم همی است که پیچیدگی رو زیاد بکنه. واقعا همی است. بهترین مربی، بهترین معلم او است که ساده سازی باید بکنه، ساده سازی رو بلد باشه، آنچنان ساده سازی بکنه که دانش آموز و دانشجو خودش علاقه به این پیدا بکنه که خودش بره روزی اگر در اون صنف نروه رنج ببره. مثل که یک کسی عادت به یک کار داره که یک روز اگر همون کار برش ترک شوه رنج ببره. دانش آموزی ما هم یا دانشجوی ما هم باید چنین حالتی رو داشته باشن. خیلی مهم و ارزشمند است مربی عزیز، مدرسی عزیز، باید ساده سازی رو بلد باشی، نه اینکه فقط بیاری تا دلت بخواد پیچیده بکنی. به خاطر چی؟ به خاطر که دانش آموز یا دانشجو رو خراب بکنی. یعنی چی؟ این دیگه چی روشیه؟ بحث بعدی نداشتن چرایی است، هدف و انگیزه. خیلی کسا درس میخونه اصلا نمیفهمه چرا درس میخونه، اصلا نمیفهمه چرا درس میخونه. درس میخونه نه هدف نداره، انگیزه ای برای اون نداره. اگر تو درس میخونی چراییش نفهمیدی، اگر هر کاری که میکنی چراییش نفهمیدی، لطفا مسیر تغییر بدین. لطفا اول چرایی رو بفهم. میک امروز می زیاک امروز این روش، این مسیر انتخاب کردم چراییش میفهمم که چرا من فرض مثال رفتم در بحث مهارت‌های ارتباطی، فن بیان و سخنوری، یا رفتم در بحث شیوه تدریس، یا رفتم در بحث ازی. چرا رفتم؟ چون هدف دارم. هدفم چی است؟
هدفم این است که چیکار باید بکنم؟ روش آموزشی رو تلاش بکنم که روش آموزشی تغییر بکنه. اساتید بزرگواری را، اساتیدی که واقعا تصمیم به دارن که بیان نحوه تدریس خود تغییر بدن، روش تدریس خود تغییر بدن، اونا چیکار بکنم؟ اونا رو آموزش بدم. بله. و انگیزه هم این است که انگیزه هم دارم، انگیزه هم این است که فردا روز اگر من مردم به عنوان یک فرد نمیرم، به عنوان یک فکر، به عنوان یک اندیشه از دنیا برم، نه به عنوان یک فرد. پس من چرایی دارم، من هدف دارم، من انگیزه دارم. توی دانش آموزی عزیز، توی دانشجوی بزرگوار، اگر واقعا چرایی نداری، هدف نداری، انگیزه برای ازی نداری، چرا درس میخوانی؟ چرا؟ یکی از بزرگترین اشتباهات رایج در این وطن چی است؟ زمانی که یک بچه یک نفر در مکتب درس میخونه، زمانی که بخواد صنف 12 رو فارغ شوه، زنگ میزنه. 12 سال درس خونده، زنگ میزنه در قریه، در کاکا، در ماما، در ماشون بچه کاکا و بچه خاله و غیر ذالک خود زنگ میزنه. چی میگه؟ من چه رشته ای انتخاب بکنم؟ اونا چی میگن؟ خب بچه فلانی تیپ خوان، تو هم برو تیپ بخوان. در حالی که از بوی خون بدش میایه. میگن تو هم برو تیپ بخوان، باید تیپ بخونی، بچه فلانی تیپ خوانده، فلانی انجینری خوانده، در حالی که تو هم باید انجینری بخونی. در حالی که نفرت داره از کلاه انجینری که در سر خود، کلاه ایمنی که در سر خود میذاره، نفرت داره. ببینین پدر بزرگوار، برادری عزیز، تو باید پیدا بکنی که بچه‌ای تو، برادری تو، خواهرزاده‌ای تو، بیادرزاده‌ای تو با کدام روش علاقه داره. از اون وقتی که میره علاقه به طب نداره، شما او رو روان میکنین که طب بخونه، یک عمر رنج میبره. میره 10 سال فارغ میشه دیگه، بالاخره فارغ میشه دیگه، فارغش میتن دیگه، مجبوره درس بخونه، فارغش میتن. اما زندگی رو خراب کردین. زندگیشو واقعا خراب. زندگی با پول داشتن نیست. زندگی لذت بردن از مسیر است. او که وقتی از مسیر خود لذت نبره، خب او زندگی نیست واقعیت پسند بکنیم. خیلی مهم است که ما چرایی، هدف و انگیزه را بفهمیم. نداشتن پشتکار و اراده. خیلی کسا پشتکار ندارن و اراده هم برای یک کار ندارن. خیلی کسا فقدان اعتمادی به نفس و عزت نفس است. اعتمادی به نفسشان صفر است، عزت نفسشان هم صفر است. اعتمادی به نفس به این معنی که من باور دارم که این کار کرده میتونم و اعتماد هم دارم که این کار کرده میتونم، که ندارم. عزت نفس به این معنی که یعنی عزت نفس و خویشتن دوستی یکی است، که ما باید با خودمون باور داشته باشیم و خودمون رو دوست داشته باشیم و همچنین اطرافیانمون رو دوست داشته باشیم. اصلا نداره گپاره. کمالگرایی، من دیگه پرفکت هستم، خلاص من همه کاره هستم، من همه چیز میفهمم. یک نفر 2 کلمه انگلیسی میفهمه یا 4 کلمه انگلیسی میفهمه، میگه من همه چیزی میفهمم. یک نفر میره چیکار میکنه؟ یک کاری میکنه، یک تجارتی میکنه یا یک ویدیویی ضبط میکنه، میره سعی میکنه ویدیوش 1000 نفر بازدید گرفت. یا میگه دیگه من خلاص دیگه من همه کاره هستم. خیلی خیلی مهم و ارزشمند است که ما این بحثا رو ما چیکار بکنیم؟ پیدا بکنیم. نداشتن وقتی کافی. خیلی کسا متاسفانه وقتی کافی ندارن. نداشتن تمرین و مروری درست. تمرین و مروری درست هم ندارن. نمیفهمن که چگونه تمرین بکنن و نمیفهمن که چه قسم مرور داشته باشن. نبود منابع درست. خیلی کسا منابع درست و آموزنده را هم پیدا کردن نمیتونن و نمیتونن که سرچ بکنن و نمیتونن که به دست بیارن. خیلی کسا باورهای غلط داره. یا سنم بالا رفته یا سنم پایین است. یا میگه منابع زیاد است، من چه قسم بین این قدر منابع یکی رو انتخاب بکنم؟ تجربه‌ای که شخص خودم کسب کردم دیگه به شما به اشتراک میذارم. حضوری باشه یا خصوصی، حضوری بیشتر است یا خصوصی. همین چند روز پیش، همین چند روز نه، 1-2 روز پیش یکی از خواهرها برای من تماس گرفت. خب یک موضوع بود، سری از این موضوع یکی از خواهرها برای من تماس گرفتن، البته گروپ کال کردن، گفتن ما یک پیشنهاد داریم برای ما گفتن یک پیشنهاد داریم که به جای از اینکه مثلا درسای آنلاین پیش ببری، صنفای حضوری برای بانوان هم تنظیم بکنید. صنفای حضوری حرفه‌ای، یک جایی باشه که مثلا
بانوان بتونن که چیکار بکنن؟ برون حضوری درس بخونن، حضوری درس بخونن. و این باعث شد که من این موضوع رو هم یادآوری بکنم. مسئله یوتیوب هم، مسئله یوتیوب و فیسبوک و دیگه پلتفرم هایی که امروز داره خیلی داغ است که ما اگر درست بلد نباشیم از یوتیوب چه قسم استفاده بکنیم، از فیسبوک چه قسم استفاده بکنیم، دوستان گرامی زندگی ما رو خراب میکنه. آموزش‌های خیلی متمرکز، خیلی آموزش‌ها غیر متمرکز است، متاسفانه خیلی آموزش‌ها غیر متمرکز است. غیر متمرکز به این معنا که 1 دقیقه یا 2 دقیقه نهایت 3 دقیقه میریم آموزش میبینیم، باز میریم سر یک موضوع دیگه، یا ویدیوهای کوتاه میبینیم، باز میپریم میریم یک جای دیگه. خیلی بیشتر از این موضوعات در اینستاگرام است. من نمیگم که مثلا یوتیوب، من خودم هم اینمی موضوعات با کانال یوتیوب شریک میسازم، اما خواهشی من از شما است که تفکیک بکنین که کدام آموزش‌ها به دردتان میخوره و کدام آموزش‌ها متمرکز است. ناتوانی در مقابل با چالش‌ها، ناتوانی در مقابل با چالش‌ها. خیلی کسان ناتوان هستند، وقت چالشی که میاد نمیفهمن که چه قسم موضوع عبور بکنن، چه قسم مدیریتش بکنن. خیلی کسا عدم وجود محیط ارتقای خود نمیفهمن که چه قسم همین محیط خود یا خود در محیطی که باید ارتقا بدن نمیفهمن. خیلی کسا از هوش مصنوعی و سایت هایی که امروز ذکر شده درست استفاده کردن نمیتونن، یا اصلا استفاده نمیکنن یا استفاده غلط میکنن. خیلی ها آگاهی ندارن از چی؟ از اینکه چه قسم یادداشت برداری بکنن و چه قسم تمرین بکنن. خیلی ها صرفه‌جویی یا وقت تلفی میکنن. خیلی ها عدم آگاهی از منابع درست دارن، اصلا خبر ندارن که منابع درست چی است و چگونه ما منابع درسته به دست بیاریم. خیلی ها برنامه زمانی عجیب، یعنی یا پارت تایم هسته یا پارا وقت هسته. زمانش که درس بخونن، مثلا یک نفر اگر قرار به باشه که بره و یک صنف دنبال بکنه، ولی او بنده خدا وظیفه داره که ساعت 8 باید بره سر وظیفه‌اش بره دیگه. قبل از او اگر صنفی برش موثر نشه خب نمیتونه دیگه. این هم خیلی مهم است. خیلی ها میگه باید یک مرا هول بده دیگه، اگه هول نده من رفته نمیتونم. خیلی ها تنبلی دارن و تجربه های بعد قبلی هم اونا رو راکیت کرده. خیلی ها متاسفانه تجربه های بعد قبلی اونا رو استاد کرده، استا هستن، حرکت نمیکنن. و خیلی ها چی میگن؟ فلانی درس خوان، چی کرد که تو درس بخوانی؟ من دیروز بگه به دفتر بودم، حرکت کردم، از دوستا خداحافظی میکردم، گفتم من باید برم طرف دانشگاه رئیس سعادت، برم که اونجا یک برنامه کتابخوانی است و برنامه شرکت میکنم. خب یکی از دوستا خب این گپو برای من به شوخی گفت، چون من اگر به شوخی هم نگم من میتونم مدیریت بکنم، ولی این گپی عام اکثریت مردم است متاسفانه. ای دوستا چی میکنید دیگه؟ اونایی که خواندن چی کردن که شما برین بخونید؟ مال درد ما همی است که اونایی که خواندن کاری نکردن و ما هم میریم بخونیم که کاری کردن نتونیم، چون من اگر نخونم خیلی کارا میکنم. متوجه شدین؟ پس ببینین خیلی ها میگه وقتی میگه فلانی درس خوان، فلانی درس خوان که چی که تو بکنی، برو پشت کدوم کار و وظیفه و گپ و شخص خودم مخالف درس خواندن نیستم دوستان گرامی. خیلی هم علاقه دارم و تشویق میکنم که دوستان برن درس بخونن، اما درسی که غیر متمرکز باشه، درسی که شما رو به هدف نزدیک نکنه، درسی که از مسیر شما لذت نبرین، درسی که به شما عزت و جایگاه نده، درسی که به شما زندگی نبخشه، درسی که شما رو بیشتر از یک نفر نکنه، درسی که به شما آبرو و مقام نده، آزو کرده درس نخونن بیتر است. پس خیلی متوجه باشین. تعداد زیادی هم چی میگه در کشور ما نه درس هست، نه تعلیم هست، نه تحصیل. خب میپذیریم که در کشور ما سیستم آموزشی واقعا افتضاح است، واقعا افتضاح است. همونطوری که بیشتر گفتیم روش تدریس اینجا واقعا نامناسب است.
اما این دلیل شده نمیتونه که ما فرض مثال راه خود پیدا نکنیم. امروز ببینیم که مسئله هوش مصنوعی و مسئله دیگه پلتفرم هایی که وجود داره و ما را خیلی از بدبختی ها نجات میده و ما میتونیم که خیلی کارهای خوبی رو انجام بدیم. خیلی کارهای خوبی رو انجام بدیم ما میدونیم. پس خیلی مهم و ارزشمند است که ما چیکار باید بکنیم؟ ما پیدا بکنیم مسیر خود و نگوییم که در کشور ما درس و تعلیم نمیشه، در کشور ما کار نمیشه، در کشور ما زندگی نمیشه. هیچ کشوری نیست که چالش ها و مشکلات خود نداشته باشه. ما کشور ما کم داره بیشتر داره، ولی که وقتی که ما خود برسانیم پس فکر کنیم که خیلی کسا رو رسانیم. ما که تغییر بکنیم خیلی کسا تغییر بکنیم. و دیگه مواردی که شما خودتان پیدا بکنیم ببینیم که دیگه قصه از چه قراره. اینی موارد در جریانی که این زندگی تا این لحظه ای که من برای شما صحبت میکنم 30 و چند سال عمرم است، تا این لحظه می این موارد سر خوردیم و در اختیارتان قرار دادیم که اینا اکثریت کسا برمیخوره این موارد یادآوری میکنن که من چرا درس نمیخونم و با خاطر این موضوع. حال میرم برای یک دقیقه با تمرکز خیلی خوب میبینیم که شما در کدام از این موانع سر راه شما قرار داره. این موانع پیشتون باشه و کدام موانع از این موانع سر راهتون قرار داره. دوستان گرامی، یک موضوع رو از اول باید من برای شما میگفتم که حال نیاز است براتون بگویم. اگرچه این ویدیو همیشه در خدمتتون قرار داره، ولی خواهش اینه است که قلم و کتابچه پیشتون باید باشه. قلم و کتابچه پیشتون باشه که اینا رو چیکار بکنید؟ یادداشت برداری بکنید، چون خیلی از صحبتایی که اینجا میشه من یک موضوع بسیار مثلا روش‌های تدریس نامناسب من درباره موضوع گپ میزنم، شما باید بعضی موضوعات رو درتون میخوره یادداشت برداری بکنید. من همش خب اینجا نوشته نمیکنم، بسیار یک تتر بسیار کوچک نوشته میکنم، یک جمله رو من چی میکنم با تشریح میدم. مثل اساتید بزرگواری که بیشتر قصه کردیم نیستیم که مثلا مثال یک متن مکمل کتاب میگیره کپی میکنه میاره اسلاید میندازه، اون رقم نیست. همین اسلایدی که من مثلا امروز شما صحبت کردیم، همین اسلاید شاید یک اسلاید غیر حرفه‌ای باشه، 40-50 صفحه شاید خدمتتون قرار بده. الان میره بسیار کوچک کرده فشرده و در خدمتتون قرار دادم. پس نیاز است که قلم کتابچه پیشتون باشه و یادداشت برداری داشته باشه. میرم برای یک دقیقه متمرکز میشم و من از کادر صفحه میرم بیرون. شما یک دقیقه متمرکز شین ببینیم که شما در کدام از یکی از چالش ها مواجه هستید. خیلی خوب دوستان گرامی، حال میرم ادامه ویدیو را به خاطر که ویدیو زیاد نشده، ادامه ویدیو را بر قسمت بعدی با هم مشاهده میکنیم و میبینیم که در قسمت بعدی چه چیزایی برای ما گفته شده و باید بیاموزیم.